برای به دست آوردن قاب‌های یوتیوب پلی باتنز که به عنوان جوایز برای تولید کنندگان محتوا ارائه می شود، مراحل زیر را دنبال کنید. 1. ایجاد کانال یوتیوب. یک حساب کاربری گوگل ایجاد کنید و سپس یک کانال یوتیوب بسازید. 2. تولید محتوای با کیفیت. محتوای جذاب و با کیفیت تولید کنید که مخاطبان را جلب کند. این محتوا می تواند شامل ویدیوهای آموزشی، سرگرمی، ویدیوهای نقد و بررسی و غیره باشد. 3. رشد مخاطبان. برای به دست آوردن جوایز یوتیوب، باید تعداد مشترکین کانال خود را افزایش دهید. برای این کار، ویدیوها را به طور منظم منتشر کنید. از شبکه‌های اجتماعی برای تبلیغ ویدیوها استفاده کنید. با دیگر یوتیوبرها همکاری کنید. به نظرات و بازخوردهای مخاطبان پاسخ دهید. 4. رسیدن به معیارهای لازم. برای دریافت جوایز یوتیوب باید به معیارهای زیر برسید. دکمه نقره‌ای 100,000 مشترک. دکمه طلایی 1,000,000 مشترک. دکمه آلماس 10 میلیون مشترک. دکمه ویژه 50 میلیون مشترک و همچنین جوایز دیگر برای کانال‌های بزرگتر. 5. درخواست جایزه. پس از رسیدن به تعداد مشترکین مورد نیاز، یوتیوب به شما اطلاع می‌دهد که واجد شرایط دریافت جایزه هستید. به بخش یوتیوب استودیو بروید و در قسمت جوایز درخواست خود را ثبت کنید. 6. تایید هویت. ممکن است یوتیوب از شما بخواهد هویت خود را تایید کنید. این شامل تایید شماره تلفن یا آدرس ایمیل شما می شود. 7. دریافت جایزه. پس از تایید درخواست شما، یوتیوب جایزه را به آدرس شما ارسال می کند. نکات اضافی. همواره قوانین و شرایط یوتیوب را رعایت کنید تا از مشکلات احتمالی جلوگیری شود. کیفیت محتوا و تعامل با مخاطبان کلید موفقیت در یوتیوب است. با پیگیری این مراحل می توانید به هدف خود برای دریافت قاب‌های یوتیوب برسید. موفق باشید.